سلام به همه دوستای گلم، به کانال مینیکد خوش اومدین. مینو زرپوش هستم. تو این جلسه قرار قسمت سوم دوره HTML رو با هم دیگه شروع کنیم. خب اگه یادتون باشه تو جلسه پیش اومدیم یه فایل HTML درست کردیم، در واقع یه فایل TXT ایجاد کردیم، بعد نامش رو تغییر دادیم، حالا به ایندکس یا مثلا تست یا نیو، حالا هر اسمی که میخوایم میتونیم بذاریم. بعد مهم این پسوندش رو گذاشتیم .html، یعنی این فایل HTML که براوزر میتونه ازش پشتیبانی کنه و محتوای داخلش رو بخونه. بعد اینکه ایجاد کردیم اینو بازش کردیم با همین تکست ادیتورمون. حالا فرقی نداره، تو ویندوز هم به همین منوار میایم کلیک میکنیم، بعد مثلا با نوتپد بازش میکنیم. بعد برای یادآوری اومدیم یه دونه تگ داک تایپ ایجاد کردیم، داک تایپ HTML، که فرمت این فایلمون رو مشخص میکنه، اصلا نشون میده که کلا این فایل HTML. بعد یه تگ HTML ایجاد کردیم، در واقع المنت HTML که از تگ باز HTML و تگ بسته HTML ساخته شده و عنصر روت هستش، یعنی همه محتوای فایلمون قرار داخلش قرار بگیره. بعد اومدیم یه عنصر یا المنت هد درست کردیم که از تگ باز هد و تگ بسته هد تشکیل شده. داخلش میتونه تایتل قرار بگیره، بعد میتونه متا تگ ها قرار بگیرن، اون صفحاتی که قرار بهش به این فایل HTML مون لینک کنیم قرار بگیرن. بعد المنت هد یا عنصر هد میایم تگ المنت بادی قرار میدیم که از تگ باز بادی و تگ بسته بادی تشکیل شده. بعد محتوایی که قرار داخل این براوزرمون نمایش داده بشه، تو صفحه براوزرمون نمایش داده بشه، داخل تگ بادی قرار میگیره که ما از تگ مثلا h1 رو یاد گرفتیم، تگ های h رو که از 1 تا 6 ادامه دارن. بعد هرچی هم عددش بزرگتر میشه فونتشون کوچیکتر میشه. بعد با تگ پاراگراف آشنا شدیم که میتونیم داخلش متن بنویسیم. با تگ ای آشنا شدیم که میتونیم با استفاده از اون یه صفحه ای رو به این فایل HTML مون لینک کنیم. حالا اگه اینو باز کنیم به این شکل، اینجا مشاهده میکنیم کدایی که زدیم و این که همون تگ h1 h2 تا h6، اینم که پاراگرافه، اینم که تگ ای مونه که با استفاده از اتریبیوتی که بهش دادیم، یعنی همون اتریبیوت href، یه ویژگی رو بهش اضافه کردیم و تونستیم آدرس یه صفحه دیگر رو بهش بدیم و اون صفحه رو به این فایل HTML رو لینک کنیم که وقتی روی این مثلا نامی که این اسمی که اینجا نوشتیم ما بین تگ باز و بسته A، و وقتی روش کلیک میکنیم ما رو به این آدرس منتقل کنه. خب تو جلسه قبل تا این قسمت یعنی همون تگ A یاد گرفتیم و کدش رو زدیم. تو این جلسه قراره با تگ ایمیج آشنا بشیم که چه شکلی یه عکس رو توی فایل HTML مون بنویسیم یا بیاریم. البته قبل اینکه این تگ رو یاد بگیریم میریم با اتریبیوت ها آشنا بشیم که با یکیشون تو همون تگ A آشنا شدیم، اسمش هم href بود. اگه بخوام به طور کلی بگم، اتریبیوت ها در واقع یه ویژگی هایی هستن که وقتی اتریبیوت ها رو می‌نویسیم یه ویژگی هایی رو به عنصرمون یا همون المنتمون اضافه میکنه. مثلا hrefی که اینجا به تگ A برای تگ A گذاشتیم یه ویژگی رو برای تگ A اضافه کرده. اونم چیه؟ اینه که یه صفحه رو میتونیم به این متنی که اینجا نوشتیم لینک کنیم که وقتی روش کلیک میکنیم ما رو به اون صفحه هدایت کنه. در واقع اتریبیوت ها ویژگی هایی رو درباره اون المنت به ما ارائه میدن، همونطور که اینجا نوشته میگه provides additional information about elements. بعد و اتریبیوت ها همینطور که اینجا نوشته میگه the start tag، میگه نوشته میشن، اسپسیفیک مشخص میشن، این the start tag همیشه توی start tagمون مینویسیم اتریبیوت ها رو. و همچنین معمولا اتریبیوت ها از دو قسمت تشکیل شده، یه بخش نیم داره یه بخش ولیو داره. بعد که نیمش رو به این شکل می‌نویسیم، بعد یه مساوی میذاریم، بعد دابل کوتیشن میذاریم به این شکل و ولیو رو یا مقدار رو داخلش قرار میدیم.
به این شکل. این نیممونه که href مساوی میذاریم، یه دابل کوتیشن میذاریم و ولیومونو، یا همون حالا ولیو میتونه فرق داشته باشه، اینجا مثلا ولیوی ما چیه؟ لینک یا آدرس یه صفحه است، یه صفحه دیگه است. اینجا می نویسیم href تو اینجا مخفف هایپرتکست رفرنس، یعنی در واقع همون لینک یه صفحه دیگه است. اینجا هم که نوشته میگه حالا در ادامه با تگ A یا همون تگ لینک تو میگن درسای بعدی بیشتر باشون آشنا میشیم. بعد میرسیم به src attribute که برای تگ ایمیجه. خب ما برای اینکه بتونیم یه عکس رو توی صفحه HTMLمون تو براوزر نمایش بدیم یا همون تو فایل HTMLمون بیاریم، میایم چی مینویسیم؟ همونطور که مشاهده میکنین میایم علامت کوچیکتر میذاریم، بعدی img مینویسیم که مخفف ایمیجه و علامت بزرگتر مینویسیم یا تگمون رو میبندیم. این المنت ایمیج تگ بسته نداره، به همین شکل نوشته میشه و میایم براش یه دونه اتریبیوت میدیم، اتریبیوت src. در واقع src به معنای همون یا همون مخفف سورس هستش که اون محلی که عکس رو تو اونجا ذخیره کردیم، اون پسش رو یا اون راهی که اونجا قرار داده اینجا می نویسیم. نیمش src مساوی میذاریم، یه دابل کوتیشن میذاریم و اینجا مسیر اون عکس رو می نویسیم که تو کدوم مسیر قرار داره. مثلا اگه بخوایم اینجا یه عکس رو وارد کنیم، میایم اول یه فولدر درست میکنیم، یه فولدر ایمیج مثلا. بعد داخل این باید عکسمون رو بریزیم و اینجا پیست میکنیم. بعد اگه بخوایم لینکش کنیم، اول اگه مشاهده کنیم ما داخل این فایل هستیم، خب بعد اون عکس داخل این فولدر قرار داره. چجوری باید بریم داخل این فولدره؟ یه دات میذاریم، بعد یه اسلش، اسم پوشه رو مینویسیم، ایمیج و اسم اون عکسی که داریم. حالا اسمش رو اینجا ساده تر میکنیم، مثلا img1 مینویسیم، img1. حالا اگه اینو ذخیره کنیم، کنترل S رو میزنیم، کنترل S و اینجا یه رفرش میکنیم. البته اینجا باید پسوندش هم بنویسیم که png تا بیاره. حالا بعد اینکه رفرش کنیم این عکس رو میاره اینجا و ما به این طریق تونستیم یه تصویر رو توی صفحه براوزرمون نمایش بدیم و توی فایل HTMLمون این عکس رو در واقع بیاریم. پس با استفاده از اتریبیوت src تونستیم اون مسیری که تصویر اونجا قرار داره رو جلوش بنویسیم تا این عکس تو براوزرمون نمایش داده بشه. حالا به جز src اتریبیوت های دیگه هم داریم به اسم width که تو ادامه یاد میگیریم. width و height هستش، عرض و ارتفاع عکس، که با استفاده از این دوتا مشخص میکنیم عرض و ارتفاع عکسمون تا چه اندازه باشه. در ادامه اینجا نوشته the width and height attributes، در همون عرض و ارتفاع رو میگه باید این ایمیجی که اینجا می نویسیم یه width داشته باشه، یه height داشته باشه، بتونیم عرض و ارتفاع بهش بدیم به این شکل. میایم یه دونه width براش میذاریم، width مساویه که بر حسب پیکسل نوشته میشه. اینجا نوشته specify the width and height of the image in pixel. البته واحدهای دیگه هم هستن ولی ما فعلا با همون پیکسل مشخص میکنیم. مینویسیم 500. پیکسل هم ننویسیم اشکال نداره، یعنی میتونیم هم به این شکل px بنویسیم، هم میتونیم ننویسیم. بعد height هم مشخص میکنیم، مثلا ارتفاع 600 باشه. حالا ما اینو 300 بکنیم، اینو 500. سیوش میکنیم، کنترل S رو میزنیم. تو این قسمت اگه رفرشش کنیم همونطور که میبینیم کوچیکتر شد، یعنی عرضش کوچیکتر شد، ارتفاعش هم به همین منوال. حالا چون عکسمون فشرده شده میتونیم اینو یه خورده بیشتر کنیم.
این ارزش این قسمت هم ارتفاعشه. اینجا ویت، اینجا هایته. بعد اگه اینو بیشتر کنیم مثلا همون 500 پیکسل بذاریم، ذخیرش میکنیم، بعد رفرش میکنیم به این شکل. پس ما با استفاده از اتریبیوت ویت و اتریبیوت هایت میتونیم عرض و ارتفاع تصویرمون رو کنترل کنیم و بهش عرض و ارتفاع دلخواهمون رو بدیم. در ادامه اینجا برامون یه چند تا مثال میزنه، دوباره یه ایمیج مینویسه، حالا مسیرش رو مشخص میکنه. بعد اتریبیوت و میرسیم به اتریبیوت آلت. مخفف alternate text هستش، به معنای متن جایگزین هستش. یعنی اگه یه موقع یه مشکلی به هر دلیلی پیش اومد به اون عکس ما توی براوزر نمایش داده نشد، به جاش چی نمایش داده بشه؟ ما میایم اتریبیوت alt رو اینجا اضافه میکنیم، مساویه البته فارسی شد، مساویه دابل کوتیشن میذاریم، این نیمشه این قسمت، اینم ولیوشه که داخل دابل کوتیشن میذاریم یا همون به شکل استرینگ مینویسیم. بعد میایم چی می‌نویسیم؟ یه متن می‌نویسیم که اگه یه موقع حالا مثلا اینترنت قطع شد یا یه مشکلی پیش اومد عکس نمایش داده نشد، به جاش چی نمایش داده بشه؟ یه توضیحی می‌نویسیم که بگیم مثلا اون عکس درباره چی بوده، که این اتریبیوت آلت توی SEO بعد کلا برای SEO خیلی استفاده میشه. یه متن می‌نویسیم که توضیح بده اون عکس درباره چی بوده. مثلا من اینجا می‌نویسم عکسمون چی بود؟ مثلا گیفت. فارسی شد بازم گیفت. بعد اگه اینو سیو کنیم، اینجا رفرش می‌کنیم. اگه حالا ما اینترنتمون رو قطع کنیم، مثلا اینترنتمون قطع شد. بعد اینو اگه رفرش کنیم، البته چون اینجا عکسمون رو داخل همین فولدر داریم نمیشه. پس مثلا اگه اینترنتمون ضعیف باشه یا به هر دلیل مشکلی ایجاد بشه و عکس نمایش داده نشه، به جاش این متنی که داریم اون نمایش داده میشه که اینو تو قسمت‌های بعدی براتون به طور کامل نشون میدم و یه مثالشو یه موردشو با هم دیگه میبینیم. دوستان اگه ایراد یا سوالی براتون پیش اومد درباره این مباحث، خوشحال میشم تو کامنت ها بپرسین، در اسرع وقت بهتون پاسخ میدم. و اینکه ممکنه مثلا بعضی قسمت ها چون اول راه هستین برای بعضیا گنگ باشه یا با اصطلاح آشنایی نداشته باشین، که اینا هیچ ترسی نداره. در ادامه اینقدر با هم کار میکنیم، اینقدر با هم کد میزنیم و تمرین و تکرار خواهیم داشت که همه این موارد ملکه ذهنتون بشه و قرار نیست مطلب خاصی رو حفظ کنیم. ما اینقدر کد میزنیم، اینقدر تمرین و تکرار میکنیم که همه اینا رو یاد بگیریم. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگه فکر میکنین ویدیو براتون مفید بوده، خوشحال میشم با لایک و سابسکرایباتون حمایتم کنین و اینکه ویدیو رو برای دوستاتونم ارسال کنین که اونم از این محتوا استفاده کنن. تا جلسات بعدی به خدا میسپارمتون. خدای بیباک داشته باشین.